قاعده چهارمی است که منزلت و مقام عقیده توحید بفهمید. حال اگر یک کسی پرسان میکنه که همین عقیده را که شما میخوانین این چی مقام داره، چی منزلت داره، اون نفر انجینری میخوانه، اونو طب میخوانه، اونو میره مثلا طیاره جور میکنه، مقام و منزلت عقیده چی هست که شما میخوانین؟ شما میگین که مقام و منزلت هر چیز از موضوعش معلوم میشه. موضوع انجینری چی هست؟ برق است. موضوع انجینری چی هست؟ تعمیر است، ساختمان است. موضوع طب چی است؟ وجود انسان است. موضوع عقیده توحید چی است؟ شناختن ذات الله است. پس هر قدر موضوع با اهمیت باشه، منزلت و شرف داشته باشه، اما علم به این اندازه شرف و عزت داره. از این خاطر عقیده اسلامی شریفترین و بهترین علوم است و کسی که عقیده را میخوانه اشرف مخلوقات الله است. چرا؟ هیچ عمل انسان بدون عقیده قبول نمیشه. به خاطر شرف از این علم کسی که با عقیده توحید از دنیا بره، عقیده توحید بفهمه. چرا کس نفهمید؟ با وجود از اینکه 60 سال در اسلام سپری کرده باشه، ولی اگر عقیده توحید نفهمید به شکل از اشکال ای به شرک مبتلا میشه. ما و شما بسیار کسا را میبینیم که مثلا میره به مخلوق سجده میکنه. پرسانش کنی چرا این کارا میکنی؟ پروا نداره. چطور است؟ چون عقیده را نمیفهمه. بسیاری کسا را ببینی که مثلا نظر به غیر الله میگیره. در افغانستان 13 قسم نظر به مخلوق است. 13 قسم نظر بهار داریم، نظر بیبی داریم، نظر آقا داریم، نظر فلانی داریم، نظر فلانی داریم. این نظرها که 13 قسم نظر به مخلوق است، یعنی 13 قسم تنها شرک در نظر پیدا شده. سجده به مخلوقات است، رکوع به مخلوقات است. این حال اگر کسی عقیده را میفهمه، عقیده توحید ای باز شریفترین و بهترین مخلوقات. به خاطر ازی هست که در روز قیامت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما این میگه در حدیثی که این حدیث صحیح هست، در صحیح البخاری هست، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله یدنی المؤمن، در روز قیامت میگه الله نزدیک میشه با کی؟ با مؤمن موحد، با کسی که شرک آورده اون میگه برای و امتاز اليوم ایها المجرمون، مجرما برای نصف مؤمنا. حالا هر کس میگه من مؤمن هستم، لکن در روز قیامت میگه الله سبحانه و تعالی نزدیک میشه به بنده مؤمن خود، فیضع علیه کنفه و یستره. الله سبحانه و تعالی مثل ازی که امو پهلوی خدا کما یلیق بجلاله و عظمته، تشبیه با مخلوق نمیکنیم. در ذات الله وقتی که سخن گفته میشه، اگر کس میگه دست الله، به دست خود اشاره نکنیم، این دست مخلوق است. این دست مخلوق با دست الله مشابهت نداره. دست ما دست مخلوق است، گوشت و سخن پوست. دست الله به مو شکل است که ما کیفیتش نمیفهمیم. به جلال و عظمت الله چی است؟ شایسته هست. وقتی که میگه کنفه فیضع کنفه و یستره و ایره سطر میکنه. ببینن مؤمن موحده این مقام منزلت عقیده هست که الله متعال ایره باز میگه سطر میکنه. چون انسان همیشه گناهکار است، کل ما از پیش ما اشتباه میشه، غلطی میشه، صغایر کبایر گناه ها، لکن الله سبحانه و تعالی ایره سطر میکنه. فیقولو برش میگه اتعرف ذنب کذا، آیا فلانی گناه را میفهمی؟ اتعرف ذنب کذا، فلان گناه را میفهمی؟ یعنی فلان گناه را که کردی به یادت است، فلان گناه را کردی به یادت است. فیقول بسی بنده چی میگه؟ نعم ای رب، بله پروردگارا، بسیار خجالت است و شرمنده هست. حتی اذا قرره بذنوبه، تا وقتی که ایره اقرارش میگیره به گناهایش، که خودش اعتراف میکنه که
والله صاحب ما گناهگار هستم، والله صاحب شرمنده هستم، سرش خم است. و رأى فی نفسه انه هلک. این فرد مؤمن که با عقیده توحید رفته، توحید در ذات مراعات کرده، توحید در صفات مراعات کرده، توحید در افعال مراعات کرده، توحید در عبادات و در اطاعت هر 5 قسمش مراعات کرده، این انسان به اساس گناههای خود وقتی که الله برازی میگه، آهسته آهسته که دیگه مخلوقاتی را نمیشنون، بین بنده و بین خالقش است. این انسان مسلمان مؤمن موحد فکر میکنه والا این گناههای مرا که الله برم گفت، من دیگه هلاک شدم، سرش خم است. الله سبحانه و تعالی برش چی میگه؟ قال سترتها علیک فی الدنیا. ای بنده من این گناههای تو را ستر کردم بالای تو در دنیا، در دنیا رسوایت نکردم. گناه تو را من میدیدم که تو گناهکار بودی، لکن من ایره در دنیا تو را ستر کردم، هیچ کس به گناههای تو آگاه نساختم و تو را رسوا نساختم. و انا اغفرها لك اليوم. ای بنده امروز هم برات میبخشم، چرا تو موحد هستی، یکتا پرست هستی، شرک نداری، در ذات من شرک نکردی، در صفات من شرک نکردی، در عبادت من شرک نکردی، در اطاعت من شرک نکردی. پس من در دنیا هم گناههای تا ستر کردم و امروز هم تو را میبخشم. فیعطا کتاب حسناته. پس داده میشه بر از این بنده کتاب حسناتش، سیئاتش کاملا الله چی میکنه؟ ستر میکنه. الله متعال ما و شما را از شرمندگی آخرت نگاه بکنه که میلیاردها میلیارد انسان است، از او الله حفظ بکنه و الله ستر ما بکنه، چون کل ما گناهگار هستیم. و اما الکافر والمنافقون، کسایی که کافر هستند، در ذات الله شرک آوردن، در صفات الله شرک آوردن، در عبادت الله شرک آوردن و یا هیچ الله را نپذیرفتن، یا قوانین غیر الله را به قوانین الله ترجیح دادن، حقوق بشری را که ملل متحد ساخته او را به حقوق بشری که الله در کتابش گفته ترجیح دادن، قوانین انسانی را به قوانین شریعت الهی ترجیح دادن. این کافر میشه، نمیفهمه. بسیاری کساست نمیفهمه کافر میشه. والمنافقون، کسایی که منافقت میکنن، میفهمه کافر هستن، در ظاهر مردم میگه من مسلمان هستم، دیندار هستم، سر دین تجارت میکنه، عقیده توحید درست نمیپذیره، مانع میشه. این کافر و منافق است. فیقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم. صدا میشه که هؤلاء، اینی مردمایی بودن که کذبوا علی ربهم، کذبوا دروغ گفتن بالای ربشان، بالای پروردگارش. الا لعنت الله علی الظالمین. آگاه باشین که لعنت الله هست. لعنت چی را میگن؟ به معنای راندن است. یعنی امروز ترد هستن، رانده شدن این مردم ها، این کسایی که ظلم کردن.